با سلام، همراه شما هستیم با آموزش ارسال پیامک گروهی توسط پنل پیامکی هیرو و ویرایش ارسال مجدد بلک لیست ها. بلک لیست به این معنیه که شما وقتی یک پیام گروهی رو چه از بخش ارسال پیامک، ارسال سریع دفترچه تلفن یا فایل انجام بدین یا بخش هدفمند، وقتی مثلا به 1000 شماره ارسال پیامتون انجام بدید، یه تعداد شماره برگشت میخوره و هزینهش به پنلتون برمیگرده. اصطلاحاً به این برگشتی ها میگن بلک لیست. شما قصد دارید وقتی 1000 تا SMS ارسال کردین و 500 شماره برگشت خورده، ویرایش بزنید و اون 500 شماره رو با خط خدماتی ارسال کنید. یک ارسال گروهی انجام میدیم و مرحله به مرحله ارسال بلک لیست رو به شما آموزش میدیم. از منو سمت راست گزینه هدفمند رو انتخاب میکنم، گزینه محله کشوری رو انتخاب میکنم، خطمون رو میذاریم روی خط عمومی، متن پیش‌فرضی که ذخیره کردم ثبت میکنم، اضافه کردن شماره، شهر تهران، مثلا منطقه 1 ولیعصر. از ردیف 1 به تعداد 5000 شماره تایید رو میزنید. گزینه ارسال پیام رو انتخاب میکنید. ارسال شما با موفقیت وقتی انجام میشه میره داخل صفحه ارسال. گزارشات، گزینه صفحه ارسال رو میزنید، ثبت موفق شده. بعد از اینکه ثبت موفق میشه شما توی پیام‌های گروهی میتونید مشاهده کنید ارسالتون. این پیام فعال و منتظر تایید هست. بعد از اینکه این پیام تایید بشه توی پیام‌های گروهی پایان یافته و تایید شده ثبت میشه. گزینه مشاهده روبروش رو میزنید. اطلاعات ارسالتون قابل مشاهده است. گزینه هایی که اینجا نوشته شده برگشتی یعنی پیام های تبلیغاتی خطشون بسته است و پیامک شما رو دریافت نکردن. شما از این روش میتونید الان بلک لیستشون رو ارسال کنید. کامل صفحه رو پایین میاید. وضعیت ارسال رو میذارید روی لیست سیاه. کادرتون یه بار رفرش میشه و فقط شماره های برگشتی رو به شما نمایش میده. از پایین گزینه ویرایش و ارسال مجدد 4789 پیام که بلک لیست بوده رو انتخاب میکنید. شماره فرستنده روی خط عادی هستش، یعنی روی خط 1000. شما میاد روی خط خدماتیتون قرار میدید که با 99 98 شروع میشه. خط تمام. و گزینه ارسال پیام رو انتخاب میکنید. ارسال شما وقتی این پیغام سبز رنگ رو دریافت میکنید یعنی با موفقیت انجام شده. حالا توی قسمت پیام های گروهی صفحه رو که رفرش میکنید یه ارسال دارید به تعداد بلک لیست هاتون که منتظر تاییده. این پیام هم تایید بشه بلک لیست های شما با موفقیت انجام شده. پیام های گروهی رو یک بار دیگه کلیک میکنید. این پیام تایید شد. وقتی که گزینه مشاهده رو بزنید شما میتونید وضعیت ارسال ها رو مشاهده کنید. تمام شماره هایی که برگشتی بودن ارسال شده به مخابرات هستن و به این طریق ارسال بلک لیست های شما کامل انجام شد. وقتتون بخیر، موفق باشید.